صورت یک پارچه، یعنی یک آهنربای بزرگ باشه به صورت آهنربای لنتی، بلندگویی، مکعبی، مربع، مستطیل و اشکال مختلف. چیز مهمی که در این مبدل هندسی هستش، آهنرباها باید همدیگر دفع کنن و باعث بشه که وزن و سنگینی این اجازه به ما بده که گشتاور بیشتری داشته باشیم و در این قسمت استحکاک و وزنمون کم میشه. در گشتاور ما میاد وزن و قدرت اضافه میشه و کمک میکنه برای تولید انرژی. حالا میخوام توضیح بدیم که چطور میتونیم انرژی بگیریم از این مبدل هندسی مغناطیسی. در این مرحله میخوایم ما توضیح بدیم که یک مبدل هندسی مغناطیسی چطور کار میکنه و چه کاری انجام میده. ابتدا کلید برق رو روشن میکنیم. ما برق 220 ولت رو تبدیل کردیم به یک برق AC رو به برق DC تبدیل کردیم که یک ولوم داریم رو اینجا. این دیمر از 0 شروع میشه تا 30 ولت. در این قسمت ما برق رو میایم به دستگاهمون میدیم. به این حالت ابتدا روشن میکنیم دیمر رو، یک گشتاور مختصری میدیم. ما الان 30 ولت داریم برق مصرف میکنیم و داریم گشتاوری به این شکل داریم میگیریم این دسته توسط مبدل. این یک موتور جنراتوره که 30 ولت داره برق مصرف میکنه.